سلام و درود خدمت مخاطبین کانال آخرالزمان 14. بعد از 2 سال دوباره برگشتم تا ادامه بحثی رو مطرح کنم که پیشتر درباره اون ویدئویی ساخته بودم، در مورد حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام که می‌فرمایند لشکری از سوی چین به سمت عراق حرکت می‌کنند. در اون ویدئو توضیح دادم که طبق این روایت ارتشی که از چین حرکت می‌کند دشمن امام زمان میباشند، نه یاران ایشان. اما در آن زمان احد رستمی این لشکر را یاران امام زمان معرفی کرد و بسیاری از دنبال کنندگان او تصور کردند من اشتباه کردم. اکنون پس از 2 سال او دوباره ویدئویی درباره همان موضوع ساخته و باز هم همان ادعا را تکرار کرده. به نظر من این تکرار نشان می‌دهد که احد رستمی آگاهانه در حال تحریف حقیقت است و ارتباطی با تفکرات فراماسونری دارد و تلاش می‌کند مسیر درک درست از احادیث را منحرف کند. اما این بار من با دلایل و مستندات کاملتر بازگشتم تا روشن کنم که او دوباره در حال تکرار همان فریب قدیمی است. چشم من رو دور دیده ولی غافل از این که حقیقت همیشه باز می‌گردد. این غیبت المؤمنین نکته این بود در صفحه 283 اینجا امیرالمؤمنین فرموده بودن که خراسانی القائم به خراسان غلب علی ارض کوفان و الملتان، بر ملتان سلطه پیدا میکنه. خب ملتان کجا بود؟ ملتان توی پاکستان بود. خراسانی چرا باید بر ملتان که اینجاست غلبه پیدا کنه؟ چرا فاصله داره با خراسان ایران؟ طبق روایات اهل بیت خراسانی وقتی که از این نقطه خروج میکنه لشکرش 2 قسم میشن. خوب دقت کنید عزیزان، لشکرش رو 2 قسم میکنه. یک قسم فرمانده رو شعیب بن صالح قرار میده و اینا از این مسیر، ببینید از مسیر افغانستان میان وارد خراسان ایران میشن، میرن تهران و از تهران میان به سمت قلب ایران به شیراز. علت مقابله با بخشی از لشکر سفیانی که اومدن استخر فارس، اینا رو که مجبور کنن به عقب نشینی وارد شهر کوفه میشن و نجف. متوجهید؟ وارد شهر نجف و کوفه میشن. البته اینجا خود شعیب بن صالح به همراه چند نفر میرن سمت بیت المقدس. اونا داستانشو فرق میکنه. اما این لشکر اول میره کوفه و لشکر دوم خراسانی از همین منطقه‌ای که گفتم سینکیان شیلا کامیرون فرمود میان به این سمت ملتان، میان اینجا از مسیر پاکستان میان از پاکستان عبور میکنن، اینجا رو مال خود میکنن، بعد این مسیر واضح میان اینجا جنوب ایران. چی بود روایت امیرالمومنین؟ جاز جزیره بنی کاوان، از جزیره بنی کاوان که وزیر قشمه عبور میکنن و میرن اینجا میان سمت شهر نجف. اینجا ببینید از این مسیر میرن اینجا. حالا چرا هر دو رفتن کوفه و نجف؟ چون در روایت داریم که لشکر خراسانی خروج که میکنه با لشکر سفیانی با هم مسابقه دارن. علت اینه که خراسانی مطلع میشه که لشکر سفیانی داره نیروهاش رو میفرسته به سمت نجف برای قلقم شیعیان و همین دلیل با سرعت تمام 2 تا لشکر میاره و هر دو مسیر میفرسته. حالا اونم اهداف خاصی داره و هر دو لشکرش میرن وارد کوفه میشن، اما چند روز دیرتر وارد میشن. ظاهرا میگن چند روز، حالا شاید چند ساعت، ولی چند ساعت لشکر سفیانی زودتر وارد کوفه میشن و نجف میشن. متأسفانه شیعیانی رو میکشن، اعدام میکنن، جسارت میکنن. اما الحمدلله لشکر خراسانی هر 2 قسمش وارد کوفه میشن و به شدت لشکر سفیانی رو وادار فرار میکنن. مشاهده کردید نقشه حرکت لشکر خراسانی رو از چین نمایش داد و به عبارتی گفت ارتش امام زمان چینی ها هستند. حالا به حدیث لشکر چینی ها گوش بدید. امیرالمؤمنین علیه السلام، پرچم‌های سیاه در حالی که بنی قنطوره یعنی ترک‌های چین در زیر آنها حرکت می‌کنند به بلقاء می‌رسند. اینان مردمانی با چشم‌های کوچک و بینی‌های بسیار کوتاه و صورت‌های بزرگ هستند، یعنی اهل چین می‌باشند و مویی چون موی زنان دارند. سخنانشان همچون سخن چلچله است. پرچم‌هایی همچون دم گاو دارند که صاحب این پرچم مردی است از بنی هاشم. زمین گنج‌های خود را برای آنها بیرون می‌ریزد. پس شراب خواری می‌کنند و زنا می‌کنند.
از آنان دور شوید تا زمانی که از شما دورند و با آنان صلح کنید تا وقتی که با شما صلح می کنند. ملحق نهج البلاغه صفحه 104. دیگه از این واضح تر، مردمانی رو که اهل زنا و شراب هستند و از شهر سنکیانگ چین حرکت می کنند، داره یاران امام زمان جا می زنه. التماس تفکر. یا علی، خدا نگهدار.